باید ما بشناسیم. تابع متمادی تابع را میگیم که گرافش در یک قلم رسم شود. هر وقت گراف یک تابع به یک قلم رسم شد و قلم از صفحه دور نشد، او تابع را ما میگیم تابع متمادی. مثلا یک تابع متمادی است، یک تابع متمادی است، یک تابع متمادی است، یک تابع متمادی است، یک تابع متمادی است. هر وقت گراف یک تابع به یک قلم رسم شد و قسم رسم شد که قلم از صفحه دور نشه، امو تابع را میگیم برام تابع چی؟ متمادی. ولی اگر به این ترتیب رسم کنیم، این تابع را میبینید که در این قسمت شکسته. این گراف که میبینیم در این قسمت گراف چی کرده؟ شکسته. میبینیم گراف در این قسمت چی کرده؟ شکسته. پس این تابع یک تابع چی است؟ غیر متمادی. به طور خلاصه چی میگیم؟ میگیم تابع این تابع در ساحه‌ای که تعریف شدن، این یک تابع چی است؟ متمادی است. ولی این تابع یک تابع چی هستن؟ غیر متمادی است. حالا میم به این که یک تابع